سلام بر و به کانال یوتیوبی ما خوش اومدید. این داستان رفتن به ساحل و تفریح کردن در آن. داداش دیگه ماشینمونم رسید، بریم کلی تفریح و خوشگذرونی بکنیم. امروز خیلی خوش میگذره برامون. ما رسیدیم به ساحل و هوا عجیبه خوب و عالی بود. دیگه هوا واسه یه تفریح و یه روز عالی بهتر از این نمیشد. آره هوا خیلی خوبه. آشغالا رو نگاه کن داداش، چقدر اینجا کثیفه. معلوم نیست آشغالدونیه یا ساحله. آره واقعا کلی آشغال زمین ریخته. واقعا این چه وضعشه؟ اینجا ساحل یا زباله‌دونیه؟ باید یه کاری انجام بدیم. آره باید یه فکری در موردش کنیم. راست میگی. آره باید کاری انجام بدیم. ما شروع کردیم به تمیز کردن ساحل و ساحل کثیف رو به یه ساحل تمیز و عالی تبدیل کردیم. دیگه بهتر از این نمیشد. حالا ساحل ما یه ساحل زیبا و تمیز بود. آره این فکر خیلی خوب بود، تمیز کردن ساحل، ولی خسته شدیم. بریم کلی تفریح و خوشگذرونی کنیم. ما در نهایت برای کاری که اومده بودیم رو شروع کردیم. الان ساحل ما کلی تمیز شده بود و ما میتونستیم از این ساحل زیبا لذت ببریم. حالا وقتش بود که ما از ساحلمون لذت ببریم. در ضمن داداش واقعا ممنونم از این فکر خوبت. بعضی از دانستنی‌ها زباله‌های پلاستیکی تا 30,000 سال در طبیعت میماند. زباله‌های تیز برنده در ساحل زندگی حیوانات را تهدید می‌کند. زباله‌ها را به خاطر زیبایی سواحل در سطل آشغال بریزیم. اگر به دنیا مهربان باشیم، دنیا هم با ما مهربان می‌شود. سابسکرایب یادتون نره و زنگوله رو